شما هم نصف شبا گشنتون میشه. من کشت مرده قرمه سبزی مونده جا افتاده. الله اکبر، خود همونه دیگه. بفرمایید خیلی بفرمایید. منم پس نزدیک قرمه بشم که میخوام برم قاشق چنگال نه بیارم. خب چنگال که تو دهنتون نکردی. نه تو دهنم که اصلا این خودش هم لطف خودشو داره. خدمت شما عارضم که مادر ژال خدا بیامرز که زنده بود، من نصف شبا اگر گشنم میشد چیزی میخواستم از من دریغ نمیکرد، ولی الان یکی نیست یه لیوان آب دست من بده. پس شما بیشتر نصف شبا احساس خلل میکنین، درسته؟ ساعت دقیقش رو نمیدونم، دروغ نگم، ولی یه غروب که میشه من خلأ دارم، پر نمیشه تا صبح. ملوک خانم ببخشید من گفتم ملوک خانم، تو رو خدا تعارف نکنید اگر ناراحت میشید من نگم. نه اشکال نداره، فقط اگه اجازه بدین من همون جواب محجوب صداتون کنم. چرا آخه میتونیم با هم نزدیکتر و راحت‌تر بشیم، ماشی بگین، ماشاءالله بگین، راحت باشید با من. ماشاءالله خانم. ماشاءالله خانم خوبه. الله اکبر از این نجابت شما. شما نمیدونید اشک تو چشام جمع میشه وقتی میبینم دخترم با زن نجیبی مثل